ما همین اولادور شدیم. از روزی که اولادور شدم 1 سال 2 سال زندگی ما نقض بود. اولام حامله‌دار شد بعد دیگه نقض نشد. روز به روز این به دنیا کودک اومد. مادر، اپا، خواهر زندگی عادی نکنن، زندگی جدا شوند. یک روزی بهبودی ندیدیم. یک بار چینه، یک بار 2 بار 3 بار اپا رو دیگه شوهر که رفته بودند. بعد زندگی باید حرام شدن. گشت ها ماندن. دیگه روز به روز بدتر شد. مادر در حال پنسه، دیگه مادر چپ، اپا چپ، خواهر چپ. روزی اولم بام روزی سیو، من بام روزی سیو. فرزنده منش در بدر شدن. خیلی زندگی آینده نداره خیلی زندگی ها. رئیس محله، رئیس جماعت. اولم برده در هم حوالی زندگی کنه، حوالی پدریم با. 2022 روز به روز در خانه سگ فشک. من به روز نیست، اولم به روز نیست. تو که من خیلی در بدر مردم زندگی کنم. خیلی زندگی میشه. در خانه پدر خودم، پدرم 14 سال شد از دنیا گذشت. مادر من که در خانه 5 سال خور رفته. نفقه با هم قصر سال در مکتب معلم کار کردگی. مادر که من به دنیا آورد، شیر داد، کلام کرد، با غیر بعض اینجا بودگیش حق من تیار به مسلمانیش. من اینجا روان در اونجا زندگی کنم. من در اینجا زندگی نمیکنم. اینجا خونه پدر، خونه من اونجا. اینجا من بیام من این مادر خبر گیریم رویم. به مهمانی بیم. من خیلی میبینم که در یه حوالی 5-6 ساعت رو زندگی میکنم. من یک سری قاقم 4 مرتبه خانه داشته. منم نفس میکشم. من زندگی حلال میخوام. سرچم 2 ساله شد کلان شد، من کلانیش به عالمین میتیم. همه میخواد زندگی حلال کنه. یکی همه گپشه میدوند، همه غلغله میدوند. یکی من با نغزی با خوبی من زندگی حقم چیه؟ من همقدر زندگی میدارم، همقدر طلب میخوام که آینده ما همجا زندگی کنم. وقتی که من اینجا خونه کردم، رحمتی شوهرم زنده بودن، ما 2 کاسه خونه کردیم. اینجا از طرف همون دولت ما به زمین دادند، آموزگار رو به خونه کردیم. وقتی که من خونه کردم، این کودکا مایده بودن، 7 ساله 8 ساله بودن. خوندم همین بچه کالج خونده تمام کردگی، دخترای خوندیم، معلومات عالی گرفتن. وقت از خداوند میشد. وقت که نشد مگرم که فرزندتان رو قبول کرده گرید خونتون با سر نمیکنید که من اوای مادرای بیرحم نیستم مثال. لیکن من نمیدونم همین پسر من 43 به می دراید همین سال 43 سال باز همین فرزند ایسا به من زندگی کرده. نه وقتی 3-4 سال شد که این قطعا گاب نمیزند، 8 سال شد قطعا گاب نمیزند این بچه این. شما باور میکنید من یگان بار مادر من همین 1 سومت تو گیر برای خدا یگان چی صرف کن گفتگی فرزند نیست. همین دید این برای من یگان چی یاردم کرگی نیست. از زن دیگه جدا شده که پسرش از صنف 9 میخوند، همون ماهانه بچه‌ش نمیتید. من میتیم ماهانه بچه‌ش، ولی من اکما دیگه زورم نمیرسد برای که من کار نمیکنم. یک نفقه که سلامتیم نیست خودش. من نمیدونم حجت خانه نیست. من حالی داو کرده خانه حجت کردنم در کار. حجت کنم ناحیه سینو با ما گذاشتیم، حجت میکنم. این وعده داد در پیش رئیس محله که من میبیارم حجته. و 2 مقرب نگاه کردم ناورد حجته. گاب زنم تو نمیگه که تو کی با گاب زدوستی ناورد. بعد من سود به مراجعت کردم. انا که ولی من باید حلنامه سود گرفتنم در کار، من باید سرتیفیکات کردنم در کار. همه این مبلغ کتی میشد بچم. من مبلغ ندارم حاضر. اگر همین دخترم من با یاردم کنه کم کم من از نفقه و یگان سم اگر پسنداز کنم و حجت کردنم. اگر وقتی که من حجت کنم اگر این خانه من میفروشم من حق دارم چون من صاحب ملکم. من با حجت خانه میفروشم و حقشم میتیم.
من صاحب ملکم. من خواهم حاضر همین پیش میکنم. خودم تنها زندگی میکنم. نه که فرزند اکنون مراسم نکردین. من حقش هم میتیم. 2-3 ماه دیگه توقیت کند. من حجتم درست کنم. حالی سود بعد 3 ماه گفت که ما حل نامه میبریم. من همچون رئیس مادر هستم در که مادر شما خیلی صبر و معلمه من در مراجعت کردم که خیلی من رفته بودم خانه هم معلمه داد و مقیم عبدالولی پسرش هم جوازم داشتم ما نفهمیه که بین معلمه خیلی نیست و پسرش عبدالولی باید با قدر امکان همون مثلا حل کردم. بعد از وقتی با معلم آمدم مراجعه کرد چند وقت پس رفتم بعد همون حوالیشون داد در همونجا اسخونتشون برای عبدالولی معلومات در خونه که همون در آمدن حوالی نزد همون در آمدگاهشون داد ما همون جدا کرده در همون عبدالولی دادیم و روزگی مدرشون همه نوع حال شدگی بود. همچون رئیس معرض معلمه با وسیلش ما بین حدش خواستم که گوشتی کنم و همینو شب به جمع نمید بگیرم لیکن نشدم. خداوند در قرآن عظیم‌الشان در سوره نساء در باب طریقه معین کرده است و حتی حق میراث رو با پیامبر علیه السلام هم برگزار نکرده است. خداوند خودش اشخاص میراث‌بر رو همه رو معلوم کرده است، مشخص کرده است و فرموده است که کی چقدر میراث میبرد و در سوره نساء و قسما در سوره بقره این چیز ذکر شده است. اگر رفت تو پدر یا مادر که صاحب ملک است در حالت زندگی خود مال ملک خود را بین فرزندها یعنی پسران دختران تقسیم کرده داد و آنها قبول کردن، بعد از سر او دیگر تریکه نمی شود یعنی تقسیم نمی شود چون که اون تقسیم شده است. اگر رفت و وصیت کرد که بعد از سر من یک قسمتی مال را به پسرم فلان مثلا عبدالرحمن یا به دخترم گلچهره یا که فلان تقسیم بدهید، این اعتبار ندارد چون که اونها خواه نخواه به حکم قرآنی به حکم دین بعد از گذشتن پدر یا مادر اونها میراث میبرند. اگر در زندگی تقسیم کرده داد بعد مرگش تقسیمات دیگر نمیشود، فقط در نفرهایی که از آینه اینها بیرون وصیت کرد از سیاق مال نسبت ما هم تقسیمات کرده میشود. خب از روی قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان علی خصوص کودکس رایزنی جمهوری تاجیکستان، کودکس اویلای جمهوری تاجیکستان، در صورتی که یکی از والدین فوتید و از خود میراث گذاشت، همسر و فرزندان میراثخوری درجه 1 هستند. اونایی که زندگی میکند مثلا میتواند حاضر همون پدر یا مادر که صاحب ملک هستند میتواند برابر تقسیم کند، حاضر در وقت زندگیش باید که من با این خدرش از تو این خدرش از تو حاضر میتونه شرطنامه توفه ترتیب داد و همین هر کدومش به مقدار دلخوش که خودش میخواهد یا به طور برابر تقسیم کرده که ادگان مشکلی نیست. اونه که فرزندی کلانش میخواهد بسیار و مثال فرزند دیگرش در نتید اینا همه گفت این وابسته به اراده صاحب ملک است. مال خودش دارد میتوند نتید میتوند تید میتوند مثال فایل معین کرد مقدار معین کرد به همه خود دست صاحب ملک است. فقط حقوق میراثی به طور برابر قبول نمودن فرزندان یا اینکه دیگر میراثخواران در لحظه پیدا میشد که میراثگزار فوتیده باشد یعنی صاحب ملک فوتیده باشد، لیکن حاجی اون زنده است حقوق اداره صاحب ملکی و اختیارداری مالش دارد، میخواهد میتید میخواهد نمیتید دستی اون دارد. نه من مروزه کرده نمیتونم ایکتی من و گپایی که من زدگی حق خورد پسرم حق خورد کردگی این کلینم حسی بدبینی کردگی نسبتی من نمیتونم میخیل وایکردم تحقیر کرده میخیل گفته شما گفت بعد این وای کرد جنگ همه قد جنگ شدگیان یگان بار نه لعنت کردگیان اینا اکنون خیشت اقلب کچید دیگر بعد همه قدر گپ و کلوچه بعد همه قدر نفهمی ها من در این قطعی اینو من زندگی کردن نمیتونم. دل من میخواد که من زندگی حلال باشد، خانه در خودم باشد، اینجا بیام با مهمونی روم.
айхони падарам ронда кардам. Ман ҳам мехоҳам зиндагӣ ҳалол мехоҳам.